راه به طرف خداوند متعال بره چی کار بکنه؟ یه دستور عمومی بخواید برای مردم بفرمایید، شما چی میفرمایید؟ چی کار کنن خلق الله؟ هر چی میتونه روزه بگیره. عزت از مردم، بله، کم خوابی، نماز شبش ترس نشد، تهجد داشته باشه، سجده یونس رو داشته باشه. چه عددی؟ 400. کمالین 3000. عجب، 3000 هم میگفتن. بله، کمالین. خدایی بعد از این راه نیست به خدا. عجب. بله.